این روشیه که واقعا خودم هم نمیدونم سرش چیه. یه جایی رو باز میکنن، به اونجا اشاره میکنن، آیه حقگویان میخونن. یعنی هر کسی این کارو بکنه؟ هر کسی که این کارو با اشاره میکنه. آقا این شما یک آیه رو میارین، آقا این من فقط ازشون من میخوام ببینم. آها باید شما من بخواید. تو رو میخوام نگاه کنم. بله نه یعنی اشاره. الان دست هر کی قرآنو بدیم هر کی. مشکل نداره از مستمعینم باشه حضار. به طور حقگویان بفرمایین. قال انی عبد الله آتانی الکتاب. آقای رضوان درویش هم تست کنید یه بار. از ایشون بپرسیم. یعنی آقای رضوان هم یه جایی رو باز کنن ببینید آره که- میگه شاعرش کیه. أنا افتح لو سمحت. طيب تفضل. لا تحرك لا تحرك. هنا في كاميرا هنا. في كاميرا في هذا الخاتم. لا ما في. آماده ای؟ به طور حقگویان همونایی که بردن عزیزمون. من عمل صالحا الله. ذکر أو آقای حقیقی خیلی عالی. ماشاءالله.